با سلام و یاد خدا. امروز در خدمت شما هستیم با جلسه دوم فصل اول. علت این که شمک آبگرمکن ثابت نمیمونه میتونه چی باشه؟ یک، از ترموکوپل، یعنی این قطعه که تو تمام آبگرمکن‌ها مشترکه ولی شکل‌های مختلف، و بوبین هم به همین صورت که اکثر خرابی‌های شعله شمک ثابت نمیمونه از تا 90% از ترموکوپل میتونه باشه، 10%ش از بوبین. واسه امتحان این همچین ایرادی داره آبگرمکن. شعله شمک رو که روشن میکنید، هر چند ثانیه هر چند دقیقه که شعله رو نگه دارید، این آبگرمکن شمکی ثابت نمیمونه، که در صورتی که باید نهایتا بعد 15 ثانیه دست نوبل میکنی شمک ثابت مونه، ولی تو این آبگرمکن اینجوری نیست. به محضی که دست نوبل میکنی شمک خاموش میشه که احتمال خیلی قوی ترموکوپل ایراد داشته باشه. الان ما میریم واسه تعویض ترموکوپل. حالا ما ترموکوپل بریم واسه تست. شمک روشن شد، باید بعد 10 ثانیه دست رو میکنی شمک ثابت بمونه. الان شمک ثابت موند. وقتی که ولومو میچرخونی آبگرمکن الان آماده روشن شدنه. به محض اینکه آب باز میکنی آب باید روشن شه. این هم یکی از ایرادای که معمولا تو خونه ها همه باش مشکل داره.